عدم التأثر بكلام الناس. مصنف حفظه الله میگن که یکی از عوامل هایی که بنده صاحب اخلاص شود این تأثیر نگرفتن به سخن های آدم ها، زیر تأثیر سخن آدم ها قرار نگرفتن. یعنی خواه مردم شما را تنقید کند، خواه تعریف کند، این به عمل های شما باید تأثیر نرساند. اگر خواهید که عمل هاتون خالصا لله باشد، یعنی به تعریف و تنقید مردم اهمیت ندهید. الرجل الموفق هو الذي لا يتأثر بمدح الناس. مرد موفق آن آدمی که در زیر تأثیر مردم یعنی باقی نمیماند. تأثیر مردم به او، یعنی مدح مردم، تعریفات مردم به او تأثیر نمیکنه. فاذا اثنوا علیه خیرا ان فعل طاعتا لم یزد ذلك الا تواضعا و خشیة من الله. اگر مردم او را تعریف کنند، ستایش کنند، وقتی که طاعت میکند، کاری خیر کند و مردم او را تعریف کنند، این فقط خاکساری او را زیاد میکند و گشته ترس الله تعالی را زیاد میکند. چون بعضی از علمای گذشتگان وقتی که مردم به عملهای صالحشان تعریف میکردن میترسیدن که عملی صالح من از دست رفت به سبب تعریف مردم. مردم ثنا میگن، تعریف میکنن، ماشاءالله فلان عمل را کردید، فلان عمل را کردید، یعنی میترسیدن که ثواب همون عملم از دست نرود. و ایقن ان مدح الناس له فتنه. آدمی با توفیق انیق میداند که تعریف های مردم برای او فتنه است، یعنی بلا و امتحان است. فدعا ربه ان ینجیه من هذه الفتنه. پس دعا میکنند که پروردگارا منو از این فتنه نگه دار که در زیر تعریف فتنه مردم باز گمراه نشوم. فلیس احد ینفع مدحه و یضر ذمه الا الله تعالی. یگان آدم فایدهش، یگان شخص تعریفش فایده نمیتید و تنقید و مذمت یگان کس ضرر نمیرساند غیر الله تعالی. الله تعریف کند فایده دارد، الله تنقید کند ضرر دارد. اما از آن مردم برای تعریف مردم و برای تنقید مردم اهمیت نده کردند. خب بسم الله، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، مصنف حفظه الله میگه فانزل الناس منزلة اصحاب القبور في عدم جلب النفع لك و دفع الضر عنك. مردم را مانند اصحاب قبر پندار. چنان فکر کن که مردم از دنیا رفتند. در چی چنان فکر کن؟ در عدم جلب نفع. اونها برای تو یگان فایده آورده نمیتونن و یگان ضرری که به سرت آمد دفع کرده نمیتونن ضرر را. بنابراین به خاطر مردم عملهایت را اینجا انجام نده. این وسیله هایی که سبب هایی که مصنف ذکر میکنم برای پیدا کردن اخلاص است. در زیر شرح درس سیوم کسی نوشته است که ما از شما دیگر چیز منتظر بودیم و سخنهای بی منطق را گفته استاد آیدی اخلاص گفته است. این سخنهایی که مصنف در اینجا جمع آوری کردن از بزرگان ملت اسلام، از آنهایی که در علم وعظ موفق شدن، مانند ابوالفرج ابن الجوزی الدمشقی، استاد شیخ سعدی صاحب گلستان، و از ابن حزم ظاهری، از یک آدم‌هایی که عاید علم رقایق کتاب ها نوشتن. رقایق یعنی علمی هست، علم رقایق میگوین قلب مردم را ملایم میکند، مردم را به الله تعالی نزدیک میکند، در بابت تقوا و پرهیزگاری سخن میکنه. علم فقه نیست، حلال حرام مباح مکروه گفته گپ زند. فهمیدید؟ بنابراین من با سخن ابن الجوزی آوردن، این آدم شاید اول درس دوم گوش نکرده است و شاید نفهمیده است مراد مصنف را. یقول ابن الجوزی رحمه الله تعالی، ابن الجوزی ابوالفرج رحمت الله علیه گفتن که ترک النظر الى الخلق و محو الجاه من قلوبهم بالعمل و اخلاص القصد و ستر الحال هو الذي رفع من رفعه. ترک نظر به خلق، این عملی تو به مردم معقول شد یا نه، به مردم کاردار نشو. تو مادامی که یک عملی را انجام داده ایستاده که الله تو را امر کرده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را امر کرده، یعنی عملت عملی شرعی هست،
خب اون عمل رو باید به خاطر الله کنی، خالصا لله اجرا کنی. پس با مردم چی نگاه میکنی؟ مردم چی میگویند چی نمیگویند برای چی نگاه میکنی؟ ترک کن نظر کردن به خلق را و آبرو را در قلب مردم منتظر نشو به سبب عملی صالحت، خواه خیر و سخاوت باشد، خواه عبادت و طاعات باشد، خواه تعلیم علم و دعوت به سوی الله باشد. از قلب مردم به سبب عمل آبرو پیدا کردن را نیت نکن و در عملهایت اخلاص کن، نیت خالص کن و ستر الحال، عملهای صالح را از مردم پنهان کن. این است عملی که رفع من رفع، بالا برداشت قدر آنهایی که قدرشان بالا شد. یعنی که همین عملها سبب شد که اون آدمهایی که مرتبهشان بلند شد طبق همین گفته ها عمل کرد. گفتم